واسه اینا که میگن اینا توهم مغزه، دیگه چی بگیم، چی کار کنیم دیگه. مطلب بسیار 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 مهمی رو خدمت شما بینندگان این برنامه در ایران و در هر کجای دنیا عرض کنم. تجربه جناب آقای البرزیان یکی از مهمترین، بلکه مهمترین تجربه‌ای هستش که در بین تجربه های نزدیک به مرگ دنیا مستند شده، شواهدی رو که ایشون ارائه کردن. این که تجربه گر از درون یک شیء بسته مثل دیوار، مثل سقف بخواد خبری بده و اون دیوار، اون سقف شکافته بشه و درون اون ما مطلع بشیم که بله چون این چیزی هست، این مورد بسیار کمیاب و نادر هست. بشنویم از آقای البرزیان که درون سقف چه چیزی رو مشاهده کردن. من داخل سقف رو دیدم و خیلی برام تعجب بود که من چجوری اینجا سقف رو من داخلش رو میبینم. همونطور که زیر تخت بودیم. همونجوری که زیر تخت بودم، چجوری من میتونم پشت دیوارا رو ببینم. خیلی برام جالب بود. دیدم داخل سقف یه خرابی بود، من فکر میکردم مثلا لونه است، چیزیه. به اون نگاه میکردم، به لوله کشی های داخل سقف، کانال کوله، ارتفاع، این چیزا. این خرابی به چه شکل بود و کجا قرار داشت؟ خرابی از جای قسمتی بود که چند تا لوله مستقیم بغل هم رد میشد به سمت انتها و یه خرابی انقدی اونجا بود، قشنگ بالای سر تخت من نیم متر اونورتر. همراه ایشون رفتیم، همراه گروهی از بیمارستان، گروهی از همکاران بنده، همه با هم حدود شاید 20 نفر بودیم که در حضور چشم همه این اتفاق بی سابقه و بی نظیر در تاریخ تحقیقات تجربیات نزدیک به مرگ رخ داد. بریم شگفت زده بشیم و به قول جوانای امروزی یکم شوکه بشیم و برگردیم. آیسیویی که آقای البرزیان مقدم اونجا بستری بودن داخل همین ساختمان هست. الان این ساختمان ترک شده، متروک شده، میخوان اینجا رو بازسازی کنن و درش قفل شده، دیگه کاربری ندارن. ایشون میخوان نشانه هایی و شواهدی از این به ما ارائه کنن که داخل سقف، بین فاصله سقف کاذب و سقف اصلی، ایشون میگن زمانی که در کما بودن، از بدن بیرون بودن، بین سقف کاذب و اون سقف اصلی رو دیدن. این ساختمان تعطیل میباشد. این ساختمان تعطیل میباشد. الان به خاطر ما و به خاطر این راستی آزمایی دارن باز میکنن اینجا. تشریف بیارین. آقا لطف میکنید در رو باز کنید. اینجا بوده؟ اینجا بوده؟ خب میدونید تخت چند بودی؟ تخت شماره 8. سرتون اون طرف، این اون طرف بود، درسته؟ من که روی این تخت بودم هیچ جای بدنم غیر از یه دستم قادر به حرکت نبود، فقط یه دستم. حتی بعد اینکه من به هوش اومدم، یعنی سرم من نمیتونستم بلند کنم، قادر به حرکت دادن سر نبودم، شکسته بود پای نخای من، سرم هم قادر به حرکت نبود که بخوام بالا رو نگاه کنم یا این ور رو نگاه کنم یا اون ور رو نگاه کنم. سر کاملا ثابت، فقط به سمت بالا ثابت. که بعد خارج از بدن که زیر این تخت بود. زیر تخت بودین؟ موقعی که من آوردن از بدن خارج شدن، من رو هم زیر تخت. آها، بدن روی تخته، آقا حامد خودش زیر تخت قرار گرفت. خب شما گفتید توی سقف چیزی دیدین، با اینکه زیر تخت بودین تو سقف رو میدیدین؟ آره داخل سقف رو میدیدم، داخل توش هم حتی توی جیب لوازم توش هست، داخلش هم میدیدین؟ آره کانال کشی میدیدم. کانال کشی ها، یعنی هر چی داخل این سقف شما دیدین؟ بله.
بعد به سقف که نگاه کردم من به بدنم شدم، شکستگی داخل بدن دیدم. شکستگی داخل بدن؟ داخل بدن. آقا حامد اول شما زیر تخت بودی، ولی بدن شکسته شما روی تخت. بدن زخمی شکسته شما روی تخته، خودتون زیر تخت. از زیر تخت داخل بدن رو میدیدین؟ داخل بدن. از زیر تخت داخل این سقف داخل سقف. خیلی خوب. حالا داخل سقف چی بوده و گفتید روی چراغا؟ آقا لطف میکنید نردبون بزن. آقا شما خودتون رو معرفی میکنید؟ من صادق زینالی هستم، تأسیسات بیمارستان امام. آقای این چه برونی، شما که سرپرست تأسیسات هستین تا الان اصلا اینا رو باز کردین؟ نه ما فقط مهتابی‌ها رو باز می‌کردیم، توشو باز نکردیم. مهتابی عوض می‌کنیم فقط. واسه تعویض مهتابی‌ها مهتابی عوض می‌کنیم ولی پشتش رو هیچ وقت دسترسی نداشت. کاری نداشتین اصلا. این موبایل رو من بدی؟ اون موبایل بدیم بچه بیارم من بدم. آقای البرزیان توضیح بدید. یه جای سقف که لوله رفته یه خرابی انقدی باید باشه. چی؟ یه جای سقف که لوله رفته خب باید یه خرابی انقدی باشه. خرابی یعنی چی؟ سوراخ مانند. آها عجب. آقا خودشه اینو آفرین آقا اینو خیلی دقیق دارم میگن. انگار که اصلا این سقفه نیست، یه جوری داره نشون میده انگار اصلا این نیست، مستقیم داره نشونش میده. خب آخه ما چیکار کنیم دیگه واسه اینا که میگن اینا توهم مغزه دیگه چی بگیم، چیکار کنیم دیگه نمیدونم. اینا رو بیاریم. میخواد دستایلی هم که توی اونجا بوده رو براتون بگم. بگید اونم چی بوده؟ توی پرستاری اون پشت یه دونه انباره. بله خرابیه رو بریم ببینید. شما دوباره نشون بدید اونجا رو. ببینید چقدر قشنگ داره نشون میده، مستقیم داره نشون میده. اینو تکرار کنید. این دوربین بفرمایید. ایشون فرمودن که اون پشت یه یخچال بزرگ هست داخل تریتمنت. یه یخچال بود، درسته. گفتن که اون یخچال اینجا نبوده. آقای البرزیان گفتن این یخچال اینجا نبوده. آره. شما چیکار کردید؟ برام سوال شدم، زنگ زدم از سرپرستاری که اینجا بوده پرسیدم. گفت دقیقاً مثلا این حدودایی که ایشون اینجا بودن 14 ماه پیش بوده، درسته؟ گفتن یه وسیله دیگه جای این یخچال بوده. پس ایشون اینکه یخچال نبوده هم درست گفتن. این چیزی که الان اینجا هست رو ایشون میگه نبوده، درست نبوده هیچ کسی. این هم یک بار دیگه و یک سند دیگه و شاهد ما بعد از خدا و خود تجربه گر کارکنان بیمارستان امام هست.